ما یه ساختاری داریم بچه ها در زبان به نام تو یه تو چی؟ حالا مثال میزنم به شما میگم she is too young to drive. الان معنی این جمله رو بگو. یعنی چی؟ تو یعنی بیش از حد. من وقتی میگم she is too young to drive یعنی او برای رانندگی کردن بیش از حد جوانه. یعنی چی؟ یعنی خیلی زیادی جوونه، یعنی اجازه رانندگی بهش نمیدن. متوجه شدی؟ پس ساختار تو زمان این وسطش هم حالا میاد یه چیزی، این برای این میاد که بگه اون کاره نمیشه، برای اون کار بیش از حد اونجوریه. شد؟ یه مثال دیگه برات میزنم. الان تو به یه نفر میگی you are too young to know. خیلی خوشگله. یعنی چی؟ you are too young to know. یعنی برای اینکه این موضوع رو درک کنی خیلی جوونی. الان اینو خودت بگو ببینم. الان فارسی میگم انگلیسی بگو این غذا برای من بیش از حد تنده. یعنی نمیتونی بخوریش چون خیلی بیش از حد تنده. برو. این غذا this food is بیش از حد تند میشه spicy. Too spicy for me برای من که بخورم to eat. متوجه شدی؟ پس از ساختار تو مکالمت استفاده کن، لذت ببر.